ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخوانده را شنوید. گفتار هفتم. پس از نوشته شدن وثیقه نایب قاضی: بازاربای؟ لبی. 10 تناب زمین خودت را به یعقوب بای به بدل 1000 تنگه به بیع شریف فروختی؟ فروختم. پولش رسید؟ رسید. همین زمین ها را ماهی به 25 تنگه به اجاره گرفتی؟ گرفتم. اگر پولی اجاره را ماه به ماه نرسانی به بای خدمت میکنی؟ خوب. اینک با همین سوال و جواب همه بود و نابودی بازار از دستش رفته، دست و پایش از زمین و آسمان کنده شده به غلامی بای افتاد. اکنون دلسوزی های بای هم به پایان رسید و به میان روی های ارباب هم هیچ احتیاج نماند. لیکن هنوز باز امیدی خود را از مرحمت های بای نکنده بود. بنابراین وقتی که بهار رسیده موسمی کشتکار آمد، بازار به خانه بای رفته وعده های پیش از تویش را به خاطرش رسانده برای کشتن زمین هایش برزگاه را طلبید. بای پیشانه خود را ترش کرده گفت: گاوی بیکار نیست. زمین های خودم رسیده است. آنها را رانده به کشتی بهاری تیار کردن در کار. تو بجای آن که فایده پولی مرا یافته دهی یا به بدل آن به من خدمت کنی، میخواهی در پی کشتکاری خود رفتی. اینطور باشد بای، من زمین هایم را چگونه میکارم؟ پولی اجاره و تنی پولی شما را به کدام راه ادا میکنم؟ خودت میدانی و این کاری توست. به حال من رحم کن بای. تو بازار در نحس مانده ای. به تو یارمندی کردن هیچ فایده ندارد. اگر تو تعلیمی داشتی، در این چند سالی که از تو هیچ گونه یارمندی را دریغ نداشتم، آستانه ها از طلا می شد و حالا که هر قدر که به تو یاری دادم، همان قدر مانند شاگردی ریسمانتاب پسناکی رفتی. اکنون به کارخانه خدا دست نکافته، طالعی تو را به تقدیر حواله کردم بهتر است. فصل 20. جلای وطن. ماه هود. هوا هنوز در غایت سردی. اگرچه از روی حساب زمستان به پایان رسیده باشد هم، سرما با کمال وحشانیت حکمرانی می کرد. گویا سرما لشکری استبداد بود که در وقت شکست و گریز خود همه چیز را زیر و زبر می کرد. آره، سرمای پربرف ماه هود لشکری سفید استبداد زمستان بود که از آمدی بهار انقلاب کار می گریخت. لیکن لشکری سفید دوتوف و کلچک از سیبیریه، دینیکین و ورانگل از مرکز و جنوب روسیه با چگونه وحشیگری و خرابکاری که گریخته باشند، این هم با همان گونه ویرانکاری می گریخت. باد با غرش تمام از چپ و راست می وزید. ابر با کمال تندی از جنوب به شمال می دوید. بارانی برفامیخته به چشم کشادن نمانده می بارید. سیلابی شوشدار از راشهای جویها می شارید. درختها از بیخ بر می کند. دیوارها از پای می افتاد. سنگهای کوه از جای می جست. بامهای خانه ها به زمین می نشست. یکی از خانه هایی که به این طوفانی بلا تاب آوری کردن نتوانسته امروز غلطیده بود، خانه بازار بود.
بازار با مهرماه و یادگار هر سه مانند مرغانی در آب افتاده در گوشه میهمانخانه خزیده عاقبت کار خود را می اندیشیدند. امروز خانه نشستهشان فرو نشسته، آخرین پرچه پلاسی دریدهشان هم با کاسه و طبق سفالین لب شکستهشان در زیر خاک توده مانده بود. بازار سر خود را برداشته به زن خود گفت: نه، می رویم. در این دیار زندگی کردن ممکن نیست. مهرما، کجا می رویم؟ به چه امید دل بسته می رویم؟ هر جا که بختی بدی ما ببرد می رویم. به کجایی که نان و نصیب کشد می رویم. گوش نمانیم، مهرما می گوید. تشنه مانیم، برهنه مانیم، هر چی شویم وطن خودمان بهتر است. به این حال نابودگی که پایی پیاده برآمده می رویم، کی می داند بر روی کدام سنگ پاره و در زیر کدام دیواری فرسوده در غریبی مرده می رویم. صبر کردن، شکر گفتن در کار است تا که بر روزهای از این هم بدتر نافتیم. به این حال صبر کردن نمی شود. به کدام روزی خود شکر می کنیم؟ جفت گاو رفت، زمین رفت، اسباب دهقانی و روزگار رفت، کلبه ویرانه هم امروز رفت. اگر حال همین است، این ویرانه هم که آخرین سربناهی ماست امروز یا فردا خواهد رفت. پس به کدام امید و به چی دلخوشی در این دیار میمانیم؟ نه، نمی شود. می رویم. در حقیقت بازار به این قدر ناامیدی، به این قدر حسرت و به این قدر بدبینی حق داشت. بای با واسطه ارباب به بازار فهمانده بود که پس از این بازار به سر آن زمین های پای خود را نگذارد. اگر کار کردنی باشد به دیگر زمین های من کار کند. خواه به طریق چاره‌کاری، خواه به حساب یتیمی کار کردنی باشد، من موافق تعامل مملکت کار می‌فرمایم. لیکن زمین های خودش را به طریق چاره‌کاری باشد هم به دست وی ماندن درست نیست. زیرا اگر زمین به دستش ماند، در نیست که یک روز نه یک روز دعوای زلیدی کند. در وقت زندگی من نکند هم بعد از سر من زمین را با فرزندان من نسپارد. بنابراین یک بار پای خود را از سر آن زمین ها بریدنش در کار است. گندم و جوهای تیرما کشتش را به حساب بدل اجاره گذشته به من واگذارد. بازار این تکلیف قطعی بای را شنیده سرگریز شده رفتن خود را مقرر کرده بود. زیرا که اگر وی از این دیار نرود مجبور بود که با لبی تشنه و شکمی گشنه با زن و فرزند خود بندوار به یعقوب بای کار کند. هر باری که برای کار به سر کشت رود، زمین های خود را، خصوصا آن پرچه هایی را که چندین سال محنت کرده چارباغ ساخته است، دیده از حسرت جانش به لب رسد و همه عمر خود را به جانکنی گذراند. بنابراین آن به که سر خود را گرفته از این دیار برود. اگر کار کند، کاری کسی را کند که وی در حق او این همه ظلم را نکرده باشد. اگر مردنی شود هم در جایی بمیرد که از دشنام دشمن و طعنه دوست دورتر باشد. آری، کدام مرغ با آنکه شغال سینه‌اش را درآمده است به وی خدمت می کند؟ کدام گوسفند پس از آنکه گرگ دنبه‌اش را کنده گرفته است به وی عرض احترام می نماید؟ سبب این بود که چند گاه باز ترک دیار کردن را مقرر کرده با زن خود گفتگزار و جنگ و جدال داشت. چون سخن خود را به زنش قبول کننده نمی توانست، بی آنکه عزم خود را شکند ساعت خاموش می ماند. پس از چندی باز همین مسئله را به میان آورده سخن آغاز می کرد. امروز که خانه‌اش هم غلطیده بی سرپناه ماند،
دیگر بار قطعی تر کرده مسئله را به میدان آورد و در نتیجه چار ناچار زنش را هم قبول کنانید. فصل 21. میهمانی. باران در باریدن، راه لای، هوا سرد، روز گشت کرده به بیگاهی نزدیک رسیده است. یک بچه 8 ساله راه می رود، اما به چی ترس؟ هر قدمی پرتافته خود را 3-4 بار برداشته به جای اولش می نهد و هر زمان برگشته به دنبال خود نگاه می کند. معلوم بود که این بچه خیلی خنک خورده است و می خواهد که برای گرم کردن بدن خود تیزتر راه رود. لیکن از هر زمان به پس خود نگاه کردنش معلوم می شد که به کسی انتظاری دارد. آری، از دنبال یک مرد تخمیناً 40 ساله می آمد که به پشت خود یک زن تخمیناً 35 ساله را برداشته بود. به سبب وزنی راه و گرانی بار، مرد سنگ پشتوار قدم می نهاد. مرد در هر قدم به اطراف نگاه می کرد، منزلی باشد که در آنجا پناه برد یا دمی براید که به این روزی سختی وی به او یارمندی رساند. انتظار مرد دیر نکشید. از کنار راه از یک جری پیاده‌ای برآمد. چشم مردی در زیر بار مانده با دیدن پیاده چراغ بر این روشن شد. پیش از آن که مرد این پیاده را به یاری خود جیغ زند، خودی وی پیش آمد. از کجا می آیی؟ پیاده پرسید. از طرف کولاب، گفته مرد به پرسشی پیاده جواب داد و علاوه کرد. 3 روز است که راه را گم کردم و نمیدانم به کجا می روم. اگر می توانی مرا به منزلی راهبری کن تا اینکه در آنجا قدری آسوده شوم و شاید بیمار هم بهتر شود. در این نزدیکی ها دره‌ای هست که آنجا چند خانوار چارواداران زندگانی می کنند. خودهاشان مردمانی میهمان دوستند. من هم آنجا رفته ایستادم، اگر خواهید تو هم با من بیا، گفت پیاده. مرد که قریب بود به سبب ماندگی از پای ماند، با شنیدن نام منزل و میهمان دوستی صاحبان آن دوباره قوت پیدا کرد. بیا برویم، گفته به پیاده همراه شد. پیاده پیش مرد به حالتی که زنی بیمار را به پشت برداشته است از دنبال روان شدند. بچه 8 ساله که با دیدن پیاده بیگانه به پشت مرد آمده بود، آتا کجا می رویم؟ گفته پرسید. به خانه عمکت می رویم، میهمان می شویم. در آنجا نان هست؟ بچه پرسید. البته هست. بچه هم شادی کنان گاه از پیش و گاه از دنبال به راه در آمد. روندگان از 2-3 جری و پشته به دامنه کوهی به دهانی دره‌ای رسیدند که در آنجا 10-12 نفر مردانی دست و پا بسته خوابیدند. در پیش این بندیان چند سر اسب و خر هم هستند که پایهای آنها هم بستگی است. هر یک طرف دیگر تخمیناً 30 نفر مردانی یراقدار نشستند که چلیم می کشند و چغچغ می کنند. از شکل و شمایلشان معلوم می شوند که بعضیشان لقی، بعضی تاجیک و بعضی افغانند. در نزدیکی اینها به بالای 30 سنگ یک دیگ کلان هست که در زیرش آتش می سوزد و به درونش گوشت می جوشد. به یک طرف دیگر چند دانه جوالهای پربار و در پیش آنها چند سر اسب فربی در جو خوردن بودند. پیاده میهمانان خود را پیش مردانی دست پا بسته آورده. این میهمان خانه است. اینها هم مانند شما امشب در اینجا میهمان شدند. بارت را به زمین گذار، دستهایت را پیش بیار، گفته پیاده به میهمان نوی خود امر داد. مرد زن بیمار را به زمین نهاده دستانش را پیش آورد. پیاده دست و پای این را هم بسته به قطار میهمان ها خوابانید. دست و پای بچه را هم بست. بچه در وقتی بستنی دست خود فریاد کشیده گریه کرد.
پس از آن که پیاده به گوشخانه و یک تارسکی زده دمشین، اما معلوم نشد که بچه از ترس دم شد یا از ضرب شدته بیهوش گردید. پس از آن پیاده میخواست دست و پای زن بیمار را هم بندد. از میان یراقداران یک جوانی سیاه چهره‌ای تخمینا 25-27 ساله دست این مرده را بستن حاجت نی، رسما را نابود نکن، باز در کار می شود گفته فرمان داد. این چه حال است؟ اینها چی کسانند و از ما چی می خواهند؟ گفته بندی نو از یک بندی کهنه‌ای که در نزدیکی خودش خوابیده بود پرسید. آن بندی لب پایان خود را گزیده، سر خود را آهسته جنبانده، به آنکه آواز برآرد در اینجا تهلکناک بودن گفتگو را با این اشارت فهماند. شب شد. سلاحداران شوربا و گوشت را خوردند. بقیه گوشت را به دسترخوان پیچانده په خورجین انداخته پیش جوالهای باردار گذاشتند. 2 نفر را به بالای بندیان و 1 نفر را به بالای جوالها به پاسبانی ماندند و هر کدامشان از بغل خود رویمالچه را برآورده سر و ریش خودها را محکم بستند، چنان که بیننده تنها چشم آنها را میدید. پس از آن پشتنهای اسبان خود را سخت‌تر کشیده اسبها را 2 کسه کرده سوار شده به طرفی رفتند و در 10 دقیقه از نظرها غایب گردیدند. از میهمانان غیر از بچه که گوش نماندم گفته گریه سر کرد و زن بیمار که از شدتی ورجه می لرزید، دیگر همه مانند آنکه دهانهایشان را هم بسته باشند لب نمی گشادند. مگر پاسبان از گریه بچه تنگ شد که از بغل خود پرچه نان را برآورده به پیش دهان آن به زمین نهاد. اگر باز گریه کنی گوشت را می برم گفته به بچه تنبیه داد. بچه نانی به خودش انعام شده را مانند گربه‌چه‌ای که نانخوری را نو آموخته باشد به زمین مالیده خورده تمام کرد. پس از آن که نفسش آرام گرفت خوابش در ربود و آسوده شد. از روی ستاره هایی که گاه گاه و جا جا از زیر ابر نمایان می شدند معلوم می شد که سحر نزدیک رسیده است. یکی از پاسبانان گاه با آسمان و گاه به راه نگاه کرده دلتنگی خود را معلوم می کرد. مگر به سر اینها یگان فلاکت آمد که تا حال درکشان نشد. گفته از پاسبان دیگر پرسید. چه فلاکت روی می دهد می گویی؟ حاکم باشد در حصار نیست، به دوشنبه رفته است. گفته آن دیگر تسلی داد. ترس من از حاکم نیست. پاسبان دلتنگ شده گفت. حاکمان دزدان را هیچگاه در وقت دزدی دستگیر نمی کنند. بعد از آن که دزدان مالها را برده از آن خود کردند اگر دست یابند دستگیر می کنند تا که همه مالهای دزدی را به دست خود درآورند. لیکن ترس من از مردم شهر است. اگر از واقع خبردار شده همگی بر سر اینها ریزند عجب نیست که همه‌شان یا بعضیشان دستگیر شوند. در آن صورت آدمان حاکم هم دزدان را روی راست سر داده نمی توانند. مردمی بی عراق شهری پیش ملتق چیکار کرده می تواند می گویی؟ خصوصا سردار ما بسیار زبردست است. از هر گونه تهلکه ها خودش را و همراهانش را به آسانی خلاص می کند. پاسبان هنوز سخن خود را تمام نکرده بود که درستی تخمینی او معلوم شد. صدای پای اسبان به گوش ها رسید. در 10 دقیقه همه اینجا حاضر شدند که در زیر هر کدام یک جوال بار بود. اگرچه در وقت رفتن اسبان را 2 کسه کرده رفته باشند هم حالا همه یک کسه وار شده آمدند. جوانی سیاه چهره بارهای در آنجا بوده را نشان داده به پاسبانان اینها را به اسبان خود میهمانان بار کنید گفته فرمان داد. پای اسبها را کشاده جوالها را به بالای آنها بار کردند و خودشان هم به بالای بارها سوار شدند و اسبان زیادتی را در ایتک گرفتند. جوانی سیاه چهره به بندیان نگاه کرده ما را شناختید یا نه؟ گفته پرسید. نه نشناختیم.
گفته بندیان جواب دادند. آن کس به یک نفری که در زیر پاش یک اسبی بیمار بود: تو اینجا باش. پس از گذشتن ما از کوتل دستی به چراغ شاده مانده خود از دنبال ما زود به جای مقرره رسیده بیا. گفته اسب خود را پیش راند و دیگران هم از دنبال او روان شدند. پس از دور رفتن آنها شخصی پس مانده دستی به چراغ شد. دست دیگران را تکشا. گفته از دنبال همراهان خود اسب دواند. پس از آن که این هم دور رفته دستی بندیان کشاده شد، دهانشان هم کشاده شده، یکی از دیگری: مگر نشناختی؟ گفته پرسید. چرا نشناسم؟ آن جوانی سیاه چهره که به اینها سرداری میکرد ابراهیم گلو نام دارد و پسری چقبای تخصبای لقی است. چندگاه باز به اطراف خود دزدان را جمع کرده راهزنی می کند. آن جوانی که در پیش ما مانده دست این بچه را کشاد عبدالخالق نام دارد. این هم خیلی بیزن است و گویا دست راست ابراهیم گلو همین است. معلوم می شود که اینها امشب شهر حصار را تاخته بستری چند کس را خوش کرده آمدند. اینها کار راهزنی خود را با مصلحت حاکم و با شریکی او پیش می برند. تو که همه اشان را می دانستی چرا در وقت پرسیدن آنها نمیشناسم گفتی؟ گفت بندی بیمار دار. تو خیلی ساده می نمایی. اگر میشناسم میگفتم همه ما را میکشتند. رسم دزدان این است. اگر گمان کنند که کسی آنها را شناخته است در روان کس را میکشند، زیرا میترسند که به واسطه این آدم سرشان فاش گردیده دستگیر نشوند. فصل 22. غربت و مصیبت. در یکی از مسجدهای سریجوی پس از ادای نماز بامداد مردم میخواستند از مسجد برآیند. مؤذن آواز داد: یاران، امشب زنی آن مسافری از کلاب آمده ای که چند روز باز در تابوتخانه مسجد خواب و خیز میکرد بندگی خدا را بجا آورده است. از میانه جماعت چیزی خدایی گویان داشته این مرده را به خاک سپردن در کار است. هر کس به قدر حال چیزی خدایی داده به ثواب داخل شود. وقتی که امشب این مسافر زن در تابوتخانه مرد، شوهرش گریان آمده این احوال را با مؤذن مسجد معلوم کرد. مؤذن هم این خبر را با بای و کلان شونده محله که عظیم شاه بود معلوم کرده از وی برای برداشتن مرده این مسافر زن چه چاره دیدن لازم بودنش را پرسیده بود. عظیم شاه در جواب گفت: اگرچه خراجات گرو کفنش را کرده یک مرده مسافر را برداراندن برای من آنقدر دشوار نیست، لیکن برای از ثواب محروم نکردن مردم این کار را به جماعت حواله نمودن بهتر است. بنابراین پس از نماز بامداد واقعه را به مردم معلوم کرده به کم و بیش خدایی دادنشان دلالت کن. تو هم در قطار دلالان خیر به ثواب داخل می شوی. در این صورت کمی مردم داده را خودی من پر کرده مرده را می گرانیم. واقعه این بود که مؤذن به جماعت خبر داد. مردم هم از مسجد برآمده در تگ ایوان سرجم ایستادند و خدایی ها را به دست کی دهیم گفته از مؤذن پرسیدند. مؤذن به خوجین گفته عظیم شاه را نشان داد. از میان مردم یک کس باید به آقسقال دهیم گفته آواز برآورد. آقسقال برای ادای این خدمت از دیگران حقدارتر باشد هم پس از به میان آمدن نامزد خوجین به قبول این کار دلیری نکرد. در جایی که خوجین باشم به دست من جمع شدن پول مناسب نیست. گنجشک را که کشد قصاب گفتند. طریق صرف و خرج را از دیگران بای بهتر می دانند و کم و کاستش را هم از خود همراه می کنند گفته خود آقسقال با دلیل های موافق طبع خوجین نامزدی وی را پیش انداخت. یک تنگه
یکی یک میری، 8 پول. خلاصه هر کی هر چی داد که در نتیجه تخمینا 20 تنگه به دامن بای غون شد. خوجین به واسطه مؤذن گورکا را به کندن قبر فرمود. مردشوی جیغ زد. از خانه خود برای کفن 4 گز کرباس داد. اسباب تکفین تیار شد. امام دوره کرد. مردم جنازه خدایی خواندند. جوانان تابوت را برداشتند. خوجین و چند نفر دیگر به مرده همراهی کرده تا گورستان رفتند. مرده گرانیده شد. پس از سوره تبارک خواندن امام همه خانه به خانه رفتند. خوجین به مردشوی 2 تنگه، به امام 2 تنگه، به گورکا 2 تنگه، به آقسقال 2 تنگه و به مؤذن 1 تنگه، همگی 9 تنگه نقده و 4 گز کرباس صرف کرده همه را خرسند نموده کار را تمام کرد. آقسقال آهستیکک به گوش مؤذن: سبیل مانده پول مثل آب است که همیشه خود به خود به طرف کولی کلان یا دریا رفتن می‌خواهد، گفته حسرت کرد. خوجین پس از گرانیدن مرده و تقسیم خیرات مرد مسافر را پیش خود خوانده. نامت چیست؟ گفته پرسید. بازار. کجایی میشوی؟ از طرفهای کولاب. کجا رفتن میخواستی؟ میخواستم به طرفهای بخارا رفته بیچارگی کنم. بسیار خوب، گفت خوجین. در دنیا این گونه کارها بسیار میشود. من هم از شاه دروازم که به اینجا افتاده از روی داد خدا صاحبی زن و فرزند و خانه و جا شدم. زنت مرده باشد خدا رحمت کند، زنده باشی باز زن میگیری. شکر آنقدر پیر نیستی، بچت هم دستیاری کرده میتواند. اگر خواهی به خانه من مان، شکمت سیر و تنت پوشیده باشد، دیگر به تو چی کمی؟ اگر خواهی در موردش تو را خاندار هم میکنم. بازار که از مال و ملک و از وطن خود جدا شده اینجا افتاده بود، کجا رفتن و چیکار کردن خود را نمیدانست. تکلیف خوجین را خوش قبول کرده به خدمتگاری او دل بست. خوجین برای راندن به طرف سمرقند این روزها گوسفند میغون داشت. تا رسیدن وقت سفر چرانیدن این گوسفندان را به بازار فرمود. یادگاری 8 ساله هم به کارهای ریز و روی خانه دستیاری می کرد. به اسب و به مالهای سیاه نگاه و بین می نمود. مادگاه را به زهکش‌های سیر علف برده پروا می کرد. اگرچه خوجین به بازار برای موز خدمت چیزی وعده نکرده باشد هم وی از ته دل کار می کرد. رمه را از صبح تا شام در مغزارهای سیر علف می چرانید. پس از 2 ماه گوسفندان چنان فربی شدند که گویا آنها را به آخر بسته با کنجاره و سبوس پروا کرده باشند. شما از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنیدید. راوی هنرمند حبیب الله عبدالرزاقов.